خب این از وسط، اینم روی کار. ببین حجم دوتا درز داخل کار پخش شد. ایستایی کار رو ببینید، میبینید چجوریه؟ پس این مدل داره میگه که من قابلیت اینو دارم که به این صورت برش عصاییم اتو بشه. این پارچه، این نوع برش اتفاقا حجیمم هست. حالا بعدا من میپوشمش میبینید. این قسمت هم ببینید، این نکته خیلی مهمیه. خیلی از خیاطا، بچه‌ای که خیاطی میکنن، حالا اساتید تو کاری نداریم ما هیچ وقت، اینجا کم میارن، چون وقتی میخوان این درزو به این قسمت، این دوتا درزو به هم بدوزن، با هم برابر میگیرنشون. همیشه دقت کنید این هلاله باید 1 سانت جلوتر باشه که بعداً به این صورت قیچیش میکنید میره.